برخورد قاطع وزارت اطلاعات با فتنه‌گران احتمالی انتخابات. وزیر اطلاعات گفته این احتمال وجود داره که از خارج کشور سازمان‌های اطلاعاتی، گروه‌ها و جریان‌های خاص اقدام به ایجاد مشکلاتی در انتخابات ریاست جمهوری کنند که در این صورت با برخورد قاطع مواجه میشن. مصلحی گفته وزارت اطلاعات تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت این انتخابات به کار میبنده و با برگزاری انتخاباتی با شکوه به خلق حماسه مهم سیاسی در کشور کمک. الان اولویت اولمون انتخابات امنه. نیروی انتظامی هم همه گونه پیشبینی‌های خودش رو در این زمینه انجام داده. اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی، هماهنگی با سایر دستگاه‌های مسئول و من خواهشم اینه که کاندیداها و کسانی که میخوان در معرض رأی مردم قرار بگیرن اینها از ایجاد تنش جدا پرهیز کنن، از اینکه با توهین و تخریب به جای ارائه برنامه اولویت کاریمون باشه حتما باید از این پرهیز بشه. سردار احمدی مقدم گفت اقدامات تبلیغاتی طرفداران انتخاباتی باید طبق مجوز شورای انتخاباتی کشور باشه و هر گونه کارناوال تبلیغاتی و تجمع طرفداران باید با مجوز انجام بگیره و با اقدامات انتخاباتی بدون مجوز حتما برخورد خواهد شد.